سلام، جمعه شب همگی بخیر و خوشی. میگم تعطیلات ژانویه که تموم شد و بوی ادامه مذاکرات به دماغ ناقص عظما رسید، یهو مشتی ساندیزخور به اسم اهالی قم جمع کرد دور منقل نیمسوز ولایت و رفت واسه یه روزه زهرماری. ما مردم قم با شهدا و با امامیم، آماده تر از گذشته در حفظ قیامیم. حالا برای اینکه ببینیم سیدعلی و نوچه‌هاش چقدر آماده تر از گذشتن، میریم سراغ هارتوپورتای مرجع تقلید زهرخورده شیعیان خارج از کشور و هارتوپورتای ضد منی غازش. دشمن را باید شناخت، جبهه دشمن را باید شناخت، لبخند دشمن را نباید جدی گرفت، نباید فریفته اون شد، هدف را نباید فراموش کرد. هدف جمهوری اسلامی عبارت است از رسیدن به آرمان‌های اسلام، یعنی سعادت مادی و معنوی بشر. وای بگی منو، عجب رهنمود ولایت مالانه ارائه دادی عظما. تو این اوضاع قمر در عقرب نظام همه چی واسه بسیجی های ساندیسی روشنه الا هدف جمهوری اسلامی. در مورد لبخند دشمنم بهتره به جای این روزه ها لب و لوچی ظریف و جمع جور کنی که وقتی به نظام سلطه میرسه یهو از ضامن خارج میشه. بنده توصیم همیشه به مسئولین محترم این است که برای رفع مشکلات کشور به نیروی درونی این کشور توجه کنند. چشم به بیرون نباید دوخت. آها گرفتم، چشم به بیرون نباید دوخت، دم و ریشه و عباب و عمامه رو باید دوخت. میری اون پشت مشتا زهر رو میندازی بالا، بعد به این جماعت گاگول که میرسی یاد دوختن چشم به درون میفتی. چرا بالا نمیاری که تحریما خفت کرده و شب و روزت شده موسموس مذاکرات؟ امروز اینا خیال میکنن که به خاطر فشار تحریم و محاصره اقتصادی ملت دستهاشو بالا برده در مقابل اونها و تسلیم شده. نه آقا، اشتباه میکنید. این ملتی که دستهاشو به علامت تسلیم بالا ببرد نیست. ای بابا، حالا که تو قمپوز در کردن انقدر پیشرفت کردی، خوبه همون بالا اون عبای جروباجرتو کنار بزنی که زانوهای خونیت هم پیدا بشن. رو برم، سینه خیز رفته پای میز مذاکره، بعد واسه خر کردن بسیجی ها اسم خودشو میذاره ملت و از تسلیم ناپذیری دم میزنه. اما بعد این همه قیقاج رفتن النهایه مجبور شدی حرف اصلی رو ساندویچ کنی لای باقی وراجیات. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند ما قبلا هم اعلام کرده بودیم که نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوعات خاصی که مصلحت بداند با این شیطان برای رفع شر او و حل مشکل مذاکره خواهد کرد. مصلحت بداند با این شیطان برای رفع شر او و حل مشکل مذاکره خواهد کرد. اون اولدروم بولدرومتو باور کنیم یا رقص چاچا با شیطانو؟ بعد تازه ادعا میکنی که این دلار راست شدن ها به خاطر فشار تحریمان نیست. نه بدبخت، مگه خودت نمیگفتی یه قدم عقب نشینی کنی باید تا تش بری؟ خب اینجا زهر بخوری بعد زهر حقوق بشر رو میریزن تو جامتا. بنده عرض میکنم هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه
آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. برو کنار بذار باد بیاد بابا. تکون اولو که خوردی باید تا آخرش تکون بدی. الان دیگه دوره موویات سید علی. I like to move it. I like to move it. اونقدر باید موویت بری تا کل نظامت سرازیش تو قبرستون. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. We're on a nice street, fantastic. Big ship on the ocean and the big Titanic woman in our street, fantastic. Big ship on the ocean and the big. I like to move it. He like to move it. She like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.